چرا 90% روحایی که در مسیر شعله دوقلو قرار میگیرن برای بیداریشون فقط درد میکشن و این عشق به وصال نمیرسه و شما در اسطوره‌های تاریخی دیدین که عشق شعله دوقلو یک عشق ناکام هست، نافرجام هست، وصال فیزیکی نداره و این بیشتر شماها رو درد داده که چرا پس توی این مسیرم، چرا این همه درد رو پذیرفتم. از این ویدیو به بعد ویدیوها رو دقیق تر دنبال کنید، چرا که میخوام به صورت کاملا تخصصی و ریشه‌ای در رابطه با این موضوعات مهم صحبت کنم و بهتون بگم که شعله های دوقلو توی چه چرخه هایی گیر میکنن که این عشق به وصال نمیرسه. اگر آماده هستید این اطلاعات تخصصی رو به سبک کوچینگ بشنوید، این ویدیو رو تا انتها با من همراه باشید. سلام به روی ماهتون عزیزان دلم، امیدوارم که پر از شور و پر از نور باشید. نرگس زارعی هستم، مستر کوچ شعله های دوقلو و عشق الهی. عشق الهی به معنای این که تو قراره در این مسیر به خود برسی، به عشق به درون خودت برسی. و اومدم توی این ویدیو به صورت کاملا تخصصی بچه‌ها، بسیار این ویدیو براتون کاربردی خواهد بود و با دقت همراه من باشید. براتون میخوام باز کنم که شعله های دوقلو توی چه چرخه هایی گیر میکنن که این مسیر جلو نمیره. و قبل از اینکه حالا وارد این موضوع بشم، خوش آمد میگم به تک تک عزیزانی که تازه وارد کانال یوتیوب ما شدن. خیلی خوشحالم از همراهی گرمتون و سپاسگزارم از نگاه زیباتون. باعث افتخارم هست که بتونم در این کانال خدمتی رو برای شما عزیزانم داشته باشم. حالا که تازه اومدید یادتون نره حتما پلیلیست ها رو ببینید. بسیار نکات ریشه‌ای و تخصصی با متد کوچینگ برای شما گذاشتم که میتونه براتون راهگشا باشه. ببینیم بچه ها، وقتی که یک ذهنیتی در ما شکل میگیره به نام این که من آمده ام که در مسیر شعله دوقلو درد بکشم، وقتی که شما میپذیرید که این مسیر فقط درده، فقط بلاست، دیگه این مسیر به جلو حرکت نمیکنه. بذاریم براتون باز کنم تا متوجه بشید. بارها و بارها شنیدید که میگن از عاشق بگریز که از عاشق بلا خیزد. خب چرا که انسانی که عاشق میشه وقتی که این عشق در وجودش شعله ور میشه، تبدیل میشه به یک آدم دیوانه و یک آدمی که کلاً همه زندگیش فرو میریزه. یعنی هر روز یک قسمت از زندگی این آدم که عاشق شده فرو میریزه و محاصره میشه توسط این عشق. محاصره کلمه قشنگه. محاصره میشه توسط این عشق. نمیتونه چپ بره، نمیتونه راست بره و فقط نگهش میدارن اونجا و میگن تو باید، یعنی حالت اجباری، این مسیر رو بری، این درد رو باید بکشی. اما از اون سمت چون عشق از قلب برمیخیزه بچه‌ها، عشق الهیه، عشق روحانیه، عشق معنویه، عشق از قلب ارتعاش پیدا میکنه و ذهن منطقی ما هیچ دلیلی برای این عشق پیدا نمیکنه، هیچ دلیلی برای این دردها پیدا نمیکنه و میاد چیکار میکنه؟ ذهن منطقی میاد عشق رو در واقع به مسخره میگیره. ذهن منطقی ما میاد عشق رو مقصر میکنه، میگه که اگه تو عاشق نمیشدی این بلاها سرت نمیومد، اگر این آدم تو زندگیت نبود این اتفاقا برات نمیافتاد. و اینجاست که بچه‌ها خوب گوش کنین، ذهن منطقی شما چون دلیل پیدا نمیکنه برای دردهایی که دارین تو مسیر میکشین، عشق رو مساویس با درد میدونه، عشق رو مساویس با نرسیدن میدونه. و شعله دوقلوی بیدار که شما عزیزم باشین که اینجا نشستید، وارد چرخه درد تکرار شونده میشین. چطور این اتفاق میفته؟ این اتفاق توسط ذهن شما میفته. یعنی ذهن چون دلیل پیدا نمیکنه که چرا افتاد تو این بازی،
که خیلیاتون میگین بازی کثیفیه و منم گفتم کثیف از نگاه ذهنه ولی زیبا از نگاه روحه. روح تو اومده که این مدل بودن رو تجربه کنه، اما اون چرخه درده که توش گیر میکنین بچه ها استاپ مسیر شما میشه. کدومای شما هنوز هم در چرخه درد گیر کردین؟ ببینید یعنی در واقع شعله دوقلو که تو زندگی شما میاد یک ضربه میزنه به ذهنیت شما، یک دونه نه، حالا هزاران ضربه. حالا یکی از اون ضربه هایی که درد میکشید رهاتون میکنه. میبینید توی این درد رها شدگی گیر کردی هنوز؟ برام کامنت کن. توی این درد تنهایی گیر کردی؟ توی این دردی که این عشق چرا از زندگی من نمیره بیرون گیر کردی؟ خیلی مهمه. ببینیم بچه ها، من دارم توی این کانال تخصصی و با متد کوچینگ روی ناخودآگاه شما کار میکنم که متوجه بشید کجا گیر کردید. یکی از کارهایی که ما خیلی قوی توی مستر کوچی انجام میدیم تعیین سطحه. یعنی وقتی شما بفهمی کجا گیر کردی، خب از همون سطح شما میتونی به سطح بالاتری ارتقا پیدا کنی و یعنی ضربه میخوره، شما آگاه میشی، بیدار میشی، آره من تو چرخه درده گیر کردم، اوکی حالا که متوجه شدی بیا این کارا رو انجام بده، تو از این چرخه درده یک لول بیای بالا. یعنی در واقع لول آپ کنی و مسیر خودتو و شعلتو رشد بدی. بنابراین یکی از مهمترین موانعی که شما مجردی متأهلی هیچ فرق نمیکنه، اجازه نمیده مسیر شما به سمت بیداری، به سمت تعالی، به سمت تکامل، کلمات رو دقت کنید بچه ها، حرکت کنه، گیر کردن تو چرخه های درده. بله ذهن داره درد میکشه. ذهن به خاطر اینکه همش دنبال دلیله، منطق براش بیار. برای چی اینجا گیر کردی؟ خب جوابی نداری. چرا اسیر این آدم شدی؟ بازم جوابی نداری. چرا هر جا میخوای بری نمیتونی بری؟ بازم جوابی نداری. چرا فلان رابطه اومد تو زندگیت نتونستی با اون ارتباط بگیری؟ بازم جوابی نداری. یعنی در واقع ذهن داره میمیره هر روز و درد میکشه و تلاش ذهن اینه که شما رو در اون چرخه درده نگه داره. و ذهن یکی از بزرگترین ابزارهای ذهن شما بچه اینه، میگه اگر این هم عاشق بود این رفتارا رو نمیکرد. اینجا گیر کردیم بچه ها، برام کامنت کنید، من کامنتاتون رو میخونم. خب اونایی که خیلی مهم باشه بعداً در موردش صحبت میکنم تو ویدیوها، خودم شخصا کامنت ها رو میخونم. و ذهن میدونی، ذهن میاد میگه که اگر این واقعا عاشقه تو چرا اینجا گیر کردی؟ باز دردت میده، باز میاد خب تو رو میبرد وارد یه درد دیگه. وقتی تو حس میکنی که این مرد عاشق نیست، این آدم اصلا مال این حرفا نیست، باز درد میکشی. اما کد اینه، اگر که شما چرخه درد رو تشخیص بدید و بتونید خودتون رو از اون چرخه درد یک لول بیاریم بالا، یک بستگی از مسیر شعله دوقلوتون برداشته میشه. من تشخیص میدم تو چه دردی گیر کردم، من خودشناسی عمیقی دارم، متوجه میشم که من در این چرخه درد گیر کردم. خب وقتی که شما در این چرخه درد گیر کردید، مقابل شما نیمه شما هم در چرخه درد گیر کرده. درد شما اینه که چرا اون تنهاتون گذاشت، چرا اون شما رو رها کرد، چرا نادیده گرفت، چرا اهمیت نداد، چرا عشق نداد، چرا محبت نداد و غیره. درد اونم اینه، اونم توی چرخه درد گیر کرده که حالا هی شما رو بهش تداعی میکنن و جوابی پیدا نمیکنه که من، نیمه مذکر اینجوریه، من آدمی که به هیچ عنوان وابسته عاطفی نمیشه بچه ها. مذکر الهی تا زمانی که
انرژی مؤنث درونش بیدار نشه، انرژی مذکر آدمی نیست که وابسته کسی بشه، مثل آب خوردن، مثل یه بشکن میبوسه طرف رو میذاره اونور و اونم داره درد میکشه که چرا این آدم از فکر و خیال من نمیره، چرا این آدم تکرار میشه، چرا هی هر از گاهی میاد به من پیام میده. اینجاها رو دقت کنین بچه ها، تو کدوم یکی از اینا گیر کردین؟ تشخیص درست اصل درمان است. من توی متدهای کوچینگم، تو جلسات کوچینگی که برگزار میکنیم، حالا الان که جلسات گروهی کوچینگ رو داریم برگزار میکنیم، 3 تا گروه بچه ها ما تشکیل دادیم که بچه ها گروه بندی شدن، یعنی توی هر گروهی الان 6 نفر عضویت دارن و به مدت 2 ماه و 2 هفته، یعنی در واقع 10 جلسه، هفته 1 جلسه، به صورت کاملا تخصصی و کوچینگی ریشه یابی شده دارم رو بچه ها کار میکنم که اول تشخیص بده خودت کجا وایستادی، شعله دوقلوت کجا وایستاده. وقتی که شما تشخیص درست میده، اصل درمانه، تازه شفا اتفاق میفته، تازه شما به سمت رشد حرکت میکنید. مخصوصا اون بچه هایی که الان مدت هاست مسیر بیداریشو استاپ کرده، مخصوصا اون بچه هایی که مدت هاست نیمه شون رو ندیدن، نیمه در رفت و آمد نیست. مطمئن باشید هر جفتتون تو یک مرحله بدجوری گیر افتادید و کی شما رو گیر میندازه؟ ذهن خودتون. ذهنتون چون دلیل پیدا نمیکنه، دائما شما رو در اون چرخه تکرار درد گیر میندازه. حالا من توی این ویدیو بچه‌ها در مورد چرخه تکرار درد صحبت کردم که شما از این جهت بیاید مسیر خودتون و شعله دوقلو رو بررسی کنید. حالا کامنت هم بذارید و در ویدیوهای بعدی که پارت 2 و 3 همینطوری میخوام ادامه بدم این ویدیوها رو براتون میذارم، چرخه های بعدی که میان شعله ها داخلش گیر میکنن و این مسیر جلو نمیره. این مسیر باز هم فرمونش دست خودته. زمانی که آگاهانه شما تشخیص میدی ذهنتون شما رو کجا گیر انداخته، تو چه وضعیت ذهنی گیر افتادین که روح نمیتونه کارشو براتون انجام بده. وقتی که شما از ذهن منطقی عبور میکنید، روح میتونه کارشو براتون انجام بده. وقتی که ذهن کار میکنه، روح کار نمیکنه. این یه نشونه خیلی مهمه. بعد فرکانس قلب شما بعد از اینکه ذهن رو از سر راه بر میدارید، که بارها گفتم حافظ تو خود حجاب خودی، از میان برخیز، ذهنشو میگه، اون ذهنیت رو میگه، اون درد میده، عذابتون میده، اونجا گیر میکنه. اینو که میندازید کنار، تشخیص میدید، روح میاد کار خودشو انجام میده، همزمانی ها رو میاره، نیمه رو برمیگردونه، مسیر رو به تکامل میرسونه، شما رشد میکنید، شعله دوقلو رشد میکنه. بس خیلی مهمه. ما توی این کانال بچه ها در مورد این موضوعات مهم صحبت میکنیم که ذهن رو از کنار برداریم از سر راهمون و با روش هایی که حالا کار میکنیم بتونیم چیکار کنیم؟ فرکانس قلب، فرکانس اون آگاهی کل، نیروی برتری که میدونه داره چیکار میکنه، اونو بیاریم بالا. قلبه بیاد بالا، بگه بله جات اینجا بود، تو گیر کرده بودی، از اولم میخواستم تو رو ببرم اینجا بنشونم، از اولم میخواستم تو رو ببرم بهت وصالو بدم، از اولم اگه تو مقاومت نمی کردی، اگه تو اینقدر به ذهنت گوش نمی کردی، اینقدر فالوی دردهایی که ذهنت میده نمی شدی، کار من روح این بود که تو رو به اون منزل مقصود وصال برسونم. بچه ها خداوند سادیسم نداره فقط در این مسیر شما رو درد بده. درسته دردها اومدن که شما رو پاک کنن، شفا بگیری، یعنی از طریق این درده شما آگاهی روحت بیاد بالا و روح درد نمیکشه، ذهنت داره درد میکشه، ذهنت داره فرو میپاشه در این مسیر و کار روح همینه. ما رو تو این مسیر گذاشتن هر روز مرگ ذهن رو ببینیم،
وقتی که ذهن میمیره روح متولد میشه. ذهن میمیره روح متولد میشه و شما میبینی هر روز داری متولد میشی، هر روز داری زنده میشی به عشق. خیلی قشنگه، اما به شرطی که بتونیم این ذهن رو از این درد خارج کنیم. یعنی اگر شما بچه‌ها هر روز نشستید، حالا تو سر کارتونید، داری برنامه‌هاتون رو میبرید جلو، فایلاتون رو گوش میکنید، دوره پاکسازی چاکراها یا مثلا شاه کلید رو کار میکنید، هر چیزی، یعنی سرگرم زندگی هستید و باز دوباره یک آلارمی میاد برای شما که اون درد رو تداعی میکنه که چرا نشستی رو خودت کار میکنی؟ وقتی از اون خبری نیست چرا تو نشستی داری خودشناسی میکنی؟ وقتی نیمه وجود نداره چرا تو داری پاکسازی میکنی؟ باز دوباره به تو درد میده که تو رو از چرخه تطهیر و پاکسازی روحت بیاره بیرون، توی چرخه درد نگه داره. درد چی؟ دردی که وجود نداره. سر قبری که مرده نیست نشستی گریه میکنی؟ این اتفاق بسیار زیاد در مسیر شعله دوقلو میفته. بنابراین توصیه من این هستش بچه‌ها بشینید بنویسید دردی که به شما غالبه الان، یعنی حتی نمیذاره پاکسازی ها رو درست انجام بدین. ما الان داریم بچه‌هایی که دوره پاکسازی چاکراهامون هستن، دوره شاه کلید برگشت شعله دوقلو دوره VIP مون هستن، ذهنشون گاهن انقدر به اینا درد میده اینا از چرخه آموزش خودشون خارج میشن، چون ذهن راست میگه، ذهن دلیلی پیدا نمیکنه و تو باید بی دلیل در دل تاریکی بیای نور رو پیدا کنی. این سخته. معلومه درصد خیلی کمی از روح‌ها هستن که با آنچه نمیبینند ایمان میارند و میشینن نیمه رو نمیبینن، بازم آموزش میبینن، بازم خودشناسی میکنن، بازم تو مسیر میمونن. درصد خیلی کمی هستن که وقتی نیمه اونا رو پس میزنه بشینن باز هم خودشناسی کنن که کجای کار من میلنگه، من کجا گیر کردم که هنوز نیمم داره منو پس میزنه. درصد خیلی کمی هستن خب اینو قبول کنن و بگن اوکی حالا من میدونم که من خود نیمه هستم، اون منه، من اونم، حالا بذار ببینم کجا گیر کردم، پاکسازی هامو ادامه میدم، خودشناسی ها رو ادامه میدم تا برسم به اون چیزی که وقتی در درون خودم پیدا میکنم مسیر باز میشه، نیمه هم بیدار میشه، همزمان نیمه ها بیدار میشن. پس بشناسید بچه‌ها، بنویسید کدوم یکی از این چرخه ها گیر کردین. اگر نیاز این ویدیو رو دوباره ببینید، 3 باره ببینید، همون جایی که نکته براتون خیلی مهم بوده استوب بزنید بنویسید برای خودتون. اینجا کارخانه انسانسازیه واقعا بچه‌ها، اینجا یک دانشگاه است. شما وقتی وارد این کانال یوتیوب من میشید مثل یک دانشگاه میمونه که هر چیزی که لازم دارین در مورد مسیر شعله دوقلو، خروج از ذهن، خروج از ماتریکس و اتحاد درونی شعله های دوقلو، رسیدن به وصال و عشق زمینی، همه اینها رو ما تو این ویدیوها داریم کار میکنیم به علاوه آموزش های پیشرفتمون. خب میخوام سرسری یعنی از کنارش رد نشید. من یک کوچم خب، و کوچ میاد کاری که با شما انجام میده نمیاد ماهی بده دستتون، ماهیگیری یادتون میده. یعنی اینو امروز تو کانال تلگرام گذاشتم بچه، اگه تو کانال تلگرام ما نیستید یا روبیکا، این پایین پین میکنم حتما وارد بشید. یه وایس گذاشتم در رابطه با تفاوت مشاوره با کوچینگ. توی مشاوره بچه ها دائم میخوان بیان سوال بپرسن، تایید بگیرن. وقتی سوال زیاد میپرسن یعنی اصلا به روحشون وصل نیستند و باز هم جواب رو از یک نفر بیرونی میخوان به عنوان مشاور. چون من 10 ساله بچه ها کارم مشاوره از کارم تدریس، کارم کلن تراپیه. خب و وقتی که تو کوچینگ اومدم و با کوچینگ آشنا شدم دیدم اصلا یک دنیای بسیار زیباییه که در کوچینگ تفاوتش اینه شما به جایی که هی سوال بپرسی، کوچ از شما سوال میپرسه، من مربی از شما سوالای خیلی قدرتمند هوشمندانه میپرسم، شما رو به فکر فرو میبرم. مثل همین ویدیویی که الان براتون گذاشتم. فکر میکنید
میرید تو درون، جواب رو از درونتون میگیرید. به جای اینکه بشین خب از کی برم دیگه مشاوره بگیرم بفهمم داستان مسیرم چی میشه. عزیز، از درون خودت. ما پرسشگری فعال رو یاد میدیم، کار میکنیم. الان تو کوچینگ گروهیمون هم همینطوره که شما بری تو درون. اون وایس منو تو تلگرام حتما گوش کنید بچه‌ها. وایس هایی که یهویی برام میاد، آگاهیایی که فل بداهه برام میجوشه رو من تو تلگرام و روبیکا همون لحظه خب وایس میکنم، سری میذارم. پشت دوربین باید حاضر شم، آرایش کنم، فلان کنم، دیر زود میشه. بعد اونجا حتما اونا رو باشید پین کردم، اون وایس رو گوش کنید. بدونید این مسیر مسیریه که باید عمیق بشی در درون خودت. جواب سوالا رو تو میدونی. کوچینگ دقیقا این کار رو میکنه. من تو کوچینگ گفتم من توی صندلی شاگرد نشستم، شما پشت فرمونی. کوچ کارش اینه بچه‌ها، یک سرچ کوتاهی در گوگل بزنین متوجه میشین. خب شما فرمون دستته. من به عنوان یک مربی کوچ رو صندلی شاگردم، فقط چراغ قوه میندازم جاهایی که داری اشتباه میری رو ببینی با روش‌های کوچینگی. خب و این باعث میشه که شما هر روز رشد کنی، وابسته به کسی نباشی که امروز برم از کی جلسه بردارم، فردا برم از کی جلسه بردارم، نمیدونم برم مشاوره کنم اصلا مسیرم درسته غلطه، هی بخواین از دیگران تایید بگیرین. بچه‌ها ول کنید این مسیر رو. مسیر ما مسیریه که شما باید بری تو درون، تایید و از درون بگیری. کوچینگ این کارو میکنه، ضربه میزنه به اون جایی که شما گیر که. خب بچه‌ها نگاه کنید، مثلا خب شما میان یک سوال میپرسین توی جلسات کوچینگ، سوالی که شما میپرسین من چیکار میکنم؟ من به جای اینکه به سوال شما جواب بدم سوال دیگه میپرسم ازتون. خب اگه اینو میگی پس چرا اونجا اینجوری شد؟ پس شما هی به فکر فرو میری. آها، پس اگر که نیمت مثلا اونجا گیر کرده بود، تو چرا این کارو کردی اون موقع؟ هی میری تو درون. این پاس و پاسکاریه، این ضربه زدنه به اون بخشی که شما گیر کردی توسط یک مربی حرفه‌ای کمک میکنه که تیکه بخوره. بعد میگی فهمیدم، وای کده برام باز شد. و اینو روحت میخواد، نه اینکه وابسته باشی دائما که ایکس و ایگرگ به تو مشاوره بدن و هی به تو بگن کار درسته، اون کار اشتباهه، برو این کارو بکن، برو اون کارو بکن. برای همین دارم بارها میگم تو ویدیوها، من اینجا ماهی نمیدم، ماهیگیری یاد میدم. و از زمانی که بچه‌ها من کلا وارد کوچینگ شدم و مستر کوچیمو گرفتم، دیگه جلسه مشاوره برگزار نمی‌کردم، مگر به ندرت مثلا بچه‌ها دیگه، خیلی بچه‌های شعله دوقلو خیلی مشاوره اومدن، خیلی زیاد، و بیشتر این مشاورایی که اومدن این شکلی بودن که فقط می‌خواستن از من جواب بگیرن، تایید بگیرن، مسیرم درسته، مسیرم غلطه. و باز هی من اینها رو به چالش می‌کشیدم، میگفتم باید خودت درک کنی، برو تو درون، جواب تو درونته. من جای تو نیستم، جای روح تو نیستم، خدای درون تو استاد توئه. تو وقتی سوالای حرفه‌ای میپرسم میری تو درونه، جوابا رو میگیری، هفته بعدی میای میگی خانم زاری وای خدا خیرتون بده، اینایی که پرسیدی چقدر منو عمیق کرد، در مورد خودم فهمیدم، در مورد شعله دوقلوم فهمیدم. این میشه کار ما بچه‌ها. خب و به خاطر همینم جلسات مشاوره رو من کلا لغو کردم. جلسه مشاوره ندارم، تک جلسه‌ای به هیچ عنوان جلسه مشاوره ندارم، فقط کوچینگ داریم. ما کلاس‌های کوچینگ گروهی رو جایگزین کردیم. الانم بچه‌ها ثبت نام کردن، دارم با اونا کار میکنم و به همین منوال کوچینگی میریم جلو، تشخیص میدیم شما کجا هستی، نیمت کجاست، به متدهای کوچینگی ضربه میزنیم، شما رشد میکنی، لول اپ میکنی و هر دفعه بالا و بالاتر میای. یه نکته هم بهتون بگم بچه‌ها، الان که ثبت نام کوچینگ گروهیامون بسته شده، خب کامل ما 3 تا تیم رو ثبت نام کردیم و شروع کردیم کلاس‌ها رو برگزار کنیم. اونایی که گفتین دوباره کی کوچینگ گروهیاتون فعال میشه، توی کانال تلگرام و کانال روبیکا میذارم وقتی که باز بشه دوباره ثبت ناممون. این یه نکته بعدی که پرسیده بودیم برای عزیزانی که خارج از کشور هستن و الان هم ثبت نام کردن، چند تا از
دوستان عزیزمون جای نگرانی نیست، چون که حالا تایم شما با ایران فرق میکنه، هیچ مشکلی نیستش. من اونو میبرم تو گروه بچهای خارج از کشور که تایماشون با ما فرق میکنه و گروه جداگانه برای اونها تشکیل دادم. اینم از این جهت که سوال ذهنی شما عزیزانم برطرف بشه و خیلی دوستتون دارم. این ویدیو رو بارها گوش کنید، براتون خیلی کد باز میکنه. از صمیم قلبم بهترین ها رو براتون میخوام. کامنتاتون رو میخونم. یادتون نره یه لایک خوشگل بزنید، حتما از این کانال حمایت کنید، کانال رو برای دوستانتون بفرستید. ببخشید اینجا سر صدا اومد از بیرون، حواسم پرت شد. کانال رو برای دوستانتون بفرستید که انشاءالله ما هم یک وسیله باشیم این آگاهی ها رو دست به دست کنیم. بدرخشید.